آقا سلام سلام و سلام و صد سلام به نگاه های گرمتون، نگاه زیباتون، خوشگل جذابای من. به ویدیو اول امیرو خوش اومدید. هر کلا ویدیوهایی که قراره تماشا کنیم در مورد ماینکرافت، ولی خب چالشی و ترسناک، هر کدوم بیشتر علاقه داشته باشین من همون واسهتون بیشتر واسهتون میسازم. هرچی واکنش هر ویدیو بیشتر باشه واسهتون بیشتر میسازم. اول ویدیو هم اومده The Broken Script، نوع سیفشه و هر چقدر ویو بیشتر بشه، کامنت، نظرات، همه جوره، هر کدوم از ویدیو و سبکا بیشتر بشه من همونو بیشتر واسهتون میذارم. بریم که اولین ویدیو به صورت خیلی زیبا و مدرن داشته باشیم. بوس به اون کله های زیبات. خب اینم از ماد بروکن اسکریپت. آقا همه اول بازی مثل اگر ماد ترسناک که خب ویروسی بالاخره و کویت گیم نداره. آره کویت گیم نداره به هیچ عنوان. و من الان یه چیزی دیدم، البته ندیدم ولی فکر کردم، گفتم اگر من چند دقیقه است اینجام و اگر خب ماد ویروسی بالاخره و داشته درباره گذشته بازی رو صحبت میکنه که چه اتفاقاتی افتاده، اگر بیاد و این گوشی کنارا ما آقای هیرو براین رو ببینیم چی؟ یه احتمالش هست؟ فکر نکنم. خب من فعلا یه سینگل پلیر و اسمش هم میذارم اسم کانال امیرو اشتباه شو. خب بریم که داشته باشیم. بریم آقای نال عزیز رو ببینیم. و به چیزاره من اینا بیارم پایین همین قدر بسته. و بله آقا اینم از ماینکرافت همش قدیمی، همه چیزش قدیمی. ارتش قدیمی نه، ارتش قدیمی نیست. خب آقا داشتم میگفتم که من الان کلا در گذشته یه بازی ماینکرافت داره صحبت میکنه که اتفاقاتی در یک سرور رخ داده و الان دارن شبیه سازیش میکنن. و ما الان در حقیقت اگر تو سینگل پلی من این دکمه عنوان نگه دارم نباید این اتصال ما نشون بده. من الان حتی به اینترنت وصلم درسته، ولی خب اگه وصلم نباشن دوباره نشون میده و بعدش یه دوست به ما اضافه میشه. اینم آقای امغلام هست. خیلی عالی، جیگر من، طلای من، امغلام عزیز، دورش بگردم. خب بریم آقا بریم. داشتم میگفتم که این کلا درباره سروری بوده که فنا رفته و اتفاقات بدی افتاده. الان یک فردی من در این گیم این ماد خیلی تقریبا شنیدی؟ این صدا طبیعی بود؟ 100% غیر طبیعی بود. آره تقریبا میشه گفت از این ماد یه چیزای درد بخور میدم و میخوام ترای هارد پلی بدم و ریسک نمی کنم و یه تنظیماتی هم باید انجام بدم که من آقای نال از این از گیم بند نکنه، چون اگه بند میکنه من مجبور شم دوباره پلی بدم. و این کلا آقا دیده بودین که ما اگه میخوام الان یک چیز پیدا کنیم، اینو من یه دونه که رفتیم درست کنم، ویلیج پیدا کنیم، ویلیج به سختی پیدا میشه تو حالت عادی، ولی من اگه بخوام داخل این ماد ویلیج پیدا کنم احتمال ویلیج پیدا کردن واقعا زیاده، نمیدونم حالا چرا، و دمیج دادن خیلی زیاده، همونجور که در ماینکرافت ورژن قدیمی بوده کلا دمیج دادن به ماپ خیلی زیاده. این اینجا این یه دونه عکس تو هم بیا اینجا، اینم یه دونه عکس، چیزای غیر طبیعی خیلی توشه. و آره من باید یه کار کنم که بنم نکنه از سبرم. من میخوام ترای هارد پلی بدم و برم آخرشونم چی میشه. به نظرم یا آخرش باس فایتی داشته باشه، البته من نمیدونم، فکر میکنم که این آخر داشته باشه، چون هر مادی
که پلی بدین، حالا مخصوص ماهای ترسناک یه پایانی کوچیک حداقل شده باشه داشته باشه که داره. همینم فکر میکنم. خب من اون تنظیمات رو اعمال کنم ببینم چیه. خب آقا من الان حدود تقریبا 5 الی 10 دقیقه بود که داشتم میرفتم که چیزو فعالش کنم. ببینید کامند به نام TBS config. مگه اینا بزنم میتونم این کنه که دیگه سرور یعنی سینگل پلی من بند نکنه، یعنی خراب نکنه بردمو. ولی خب انگار پیداش نکردم. اگه من بزنم TBS اصلا نداره همچین چیزی. TBS config نداره. بعد یه کانفیگ داره بعد میزنم انجام نمیشه، هیچ اتفاقی نمیافته. خب من اینو حالا پلی میدم شاید بعدا باز شد، حالا نمیدونم شاید بعدا باز شد. به نظر ماین کنم و حتی شب نشده برم دنبال ویلیجی. آقا ویدیو اولمه، حتما آقا یه لایک بی زحمت بزن. لایک دکمه لایک درست از شما انرژی نمیگیره ولی به من خیلی انرژی میده. تقریبا شاید بگم 1 ثانیه هم از شما وقت نگیره که لایک کنید و هرچند لایک های این ویدیو بیشتر باشم، الان من چون سبک های مختلف پلی میدم من همون سبک رو بساتون میذارم. به به عجب چیزی. چرا توی زمینه پورتال چرا توی زمینه یا اوه خب این چی داره؟ یه فندک داره. گولدن اپل. به به گولدن اپل. به 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 به. که من یه دونه اسکرین شات بگیرم ازش که اگه بعد خواستیم سریع هم به ندر بزنیم بتونیم. آره همجا الان نگاه خیلی سریع ما الان یه پورتال ندر پیدا کردیم. الان بعدش میشه سریع یه ویلیج پیدا میکنیم. الان نمیدونم شاید کلا ماینکرافت قدیمی انقدر سریع بوده همه چی. مگر شما چشماتون نمیبینه؟ دقیقا منم چشمم نمیبینه. پس فعلا یه دونه اینجا چیز براتون میزنم تا بریم به یه سمت یه زغال چیزی پیدا کنم تورچ درست کنم. آقا من اونجوری که دیدم این ماد کلا دیدم و حس کردم اینکه هر چی کمتر بخوابی اتفاقات واسه کمتر پیش میاد. یا الان من تا جایی که یه دونه ویلیج یا حتی یه بیس درست نکردم اگه نخوابم اون اتفاقات انگار رقم نمیخوره، اینجوری که من فهمیدم. حالا شاید اشتباه باشه ولی خب رقم هم واسه نمیخوره. ولی یه اتفاقات خیلی باحال میفته داخلش. من این مادا واسه دارم توی تیلانچر پلی میدم و واسه تون فایلش در داخل کانال تلگرام و دیسکورد قرار میدم. حتما اونجا جوین بدین و دانلود کنیم و یه چند تا توضیحات هم میخواد واسه اجراش که من اونجا بهتون میگم. واقعا چشمم نمیبینه. بدون تبر درست کنم. نگاه 1 2 3 با چوبی 3 تا. یه لحظه میکردم چیز شو. دوستان دوباره من دستکاری کرد. انگار بیکار میشه یه چوکمان بزنه. آره الان اوکی شو. بذار بیشترش کنم اگر بشه که خیلی میشه. آره خوبه. من اینجا یه جای خوبی خیلی وقت ما دنبال جام
و سرویس شدم. یه جای خوب، یه جای صاف. اونجا خوبه به نظرتون؟ اونجا فکر کنم اوکی باشه. یه اون منطقه الان اوکیه. خب آره اوکی. یه چند تا میریم جلو. اینجا که خب آقا اینجا عالیه. هر چی سمت سطح زمین دورتر باشیم خیلی بهتره. آره دیدمون هم بیشتره. خیلی دیدمون خوبه. اگه اتفاق بیفته قشنگ متوجه میشه. سطح دریام نزدیکمونه اگه. خب آقا من الان پایه بیس زدم. تقریبا یه شیشه مونده که شیشه هم الان آماده میشه. چند دقیقه دیگه اینا بذارم خراب کنم. آره یه سقف مونده سا شیشه ها و اگر شد بریم یه طبقه دیگه بزنیم واسه بالا که هرچی سیفتر بهتر. آره فقط هم اینجا زامبی اسپان میشه. اینجا باید با تورچ یکی کنم بعدا اگه برم ماین هم کابلستون پیدا کنم و هم آهن. هیچی ندارم فعلا. این زغال چوبمون فراهم شه بذاریمش اینجا. آقا من الان به یه چیزی پی بردم که ما اگه هرچی کمتر بخوابیم سرعت اومدن آقای نال البته خودش که نمیاد برا بچه میاد کمتر میشه. یعنی اگر من یه چیز کردم آقا خب آره سرعتش هرچی کمتر میشه. مثلا من ممکنه مثلا اگه روز اول میخوابیدم شاید فرداش ماوا رو اسپام میکرد سرم. الان من شب بعد میخوام بگیرم بخوابم. آره شب بعد میخوام بگیرم بخوابم فقط یه چند تا کار امروز انجام بدم و برم بخوابم. بذار چوب ماین کنم. گندم دارم من بعدا چون غذا اینجا کم دارم لیجی هم پیدا نکردم بعدا یه مزرعه کوچیک بذارم. واقعا من یه راهی هم زدم واسه سقفش که حداقل اگر اتفاق افتاد راه فرار داشته باشیم. فرار که نمیتونیم بکنیم حداقل این مکانی داشته باشیم بریم. آره سقفش هم بذار بزرگتر میکنم و یه فکرایی روی سقفش هم دارم که بیس رو حداقل بزرگتر کنه. امشب میخوابم و فردا صبحش میخوام با این نول یه سلام عرض کنم. زشته بالاخره چند روز ما اینجاییم و سلام نکنیم. یه سلامی عرض کنیم و ببینیم چی میشه. حتما هم ویدیو لایک کنید واسه دوستاتون هم اگه شد بفرستین که چه شب سرخی هم هست. خب آقای نال صبح شو میخوام با صحبت کنم. امیدوارم که خوشحال بشه از صحبت کردم با من. بریم بالا و بگیریم بخواب. به امید تو خدا. خب الان روزه و دیگه از الان یعنی روز 5 اتفاقات دیگه شروع میشه. بکنم من با آقای نال خوب در طرفم. زیاد سر به سرش هم نذاشتم. من درسته دارم مای میکنم ولی گوشه ها رو زیر چشمی دارم نگاه میکنم. خیلی انرژی این گیم زیاده آقا خیلی زیاده. حتما اگه خواستین پلی بدید بدون پیشنهاد میکنم اگه افرادی که ماینکرافت به سبک ترسناک هم خیلی علاقه دارن پلی بدم پیشنهاد میشه.
و زیر همین پست این بالاخره پلی کرد. آره زیر همین پست آدرس کانالم هست، اونجا میذارم، تو دیسکورد هم میذارم، واسهتون توضیح هم میدم که چجوری نصبش کنید. حتما نصبش کنید. قبل از این که نصبش هم کنید یه لایک و کامنت هم بذارید زیر این پست و بعد بریم اون سمت. افرادم که علاقه ندارم، فقط هم دوست دارم ببینن، حتما شما هم یه لایک بزنید دیگه. با تشکر از همراهان گرامی. خب ما باید یه صحبتی با آقای نال داشته باشیم. نال عزیز، های چت تایپ تکس چرا چیزی نگفت؟ چرا متنم باسم نمیاد؟ بذار بنویسم های نال. اتفاق نمیفته، اصلا متنم نمیرسش. های نال. بچه بگین چرا من الان تایپ میکنم تایپ هم واسم نمیاد. من دارم تی لانچر این ماده بازی میکنم، نمیاد و نمیدونم چرا. وای بچه ها بله بچه اینجا منال فقط بنم نکرده باشه. بن نکرده. کاری نکرده، باید زد کشتم، زد ترکون. وای 1 ساعت بود کاری با هم نداشت و سکاری کرد. وای پشمام ریخت. یه لحظه داشتم تمرکز میکردم که چرا کار نداره. چه پیامی داد من نمیدونم، چون پیاماش واسه من نمیان، اصلا پیامی نمیاد. بزنم اسلش کانفیگ رو بزنم ببینم الان چیز اتفاق میفته. نه هنوزم احتمال بن از چیز هست. اوکی خیلی یهو اومد، منم اصلا انتظارش رو نداشتم. چرا کاری انجام نمیده؟ خیلی سریع اومد بچه ها. خب انگار آقای نال عصبانی شد. ما هم همین خواست که ما هم الان روز چندم. وای دوباره صفر. دوباره من یه سکاری باش میکنم.
چرا؟ آها، باز دوباره تنظیمات ما دستکاریش. غیر این یه کار دیگه بلد نیستی؟ 1 ساعت من اینجا دارم علاف میشم. نال ضعیف، نال ضعیف، نالک. اینجا چیزی پیدا میشه؟ چس برو دماغ دهان یه گردی. ممنون از مانک به سر ما بارون فرستاد. از حس کنم غیر از اینکه ما یه ذره سکاش کنیم عملیات اینجا اتفاق نمیفته. بابا برای ویدیو اول و تایم جایی که هست این یه دونه کافیه و حتما تو کامنت بگید چرا این اتفاقات خاص بسام نمیفته. ما اشتباه نصب کردم، ما دا لحال هستش و ما اشتباه نصب کردم، آیا روش باید برم انجام بدم و اینکه من الان TBS کانفیگ باید باشه نیست باسم دارم تو تیلانچر هم بازی میکنم. حتما بهم بگید و قبل از اینکه برم یک حرکتی میزنم. دیگه نمیخوام اینجا بزنم این حرکت بزنم. آره میخوام اینجا باشم نه. آره هیچ خبری ببین هیچ خبری نه. الان من تو 7 روز بود که بودم و فقط چند تا دستکاری تنظیمات میکرد. بذار من یه پیام با اینال بدم. بچه شیشه رو زد شکست. شیشه رو چجوری شکست؟ What the fuck؟ ترکتور هم زد شکست. خیلی چیزا رو زد شکست. خیلی چیزا رو زد شکست. خیلی آره فقط دستوراتی که من این انجام میدم و فقط همون ناله های چطوری و تنظیمات دستکاری میکنه دیگه. غیر اینکه مثلا چیزی اسپان کنه اینجا نداره. حالا نمیدونم حتما بهم بگین. من این ویدیو آپلود میکنم و بهم بگین باید چی کار کنم. اوه ببین تا کجا هم زد خراب شد. آقا بدون اتلاف وقت یه خواب میزنیم که روز شه.
دوستان و همراهان گرامی که تمام انرژیشون رو گذاشتن که این ویدیو رو تماشا کنن. منتظر ویدیوهای بعد باشین حتما و منتظر کامنتاتون هم هستم. درود عزیزان من. خدا نگهدار.